آیفون ایر، آیفون 17 پرو جفتشون امروز آنباکس شدن. اگر میخواید آنباکسش رو با جزئیات ببینید شورت ویدیوها رو نگاه کنید. ولی سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری ام. خیلی خوش اومدید به ویدیو نگاه اولیه به سری آیفون 17. البته آیفون 17 معمولی رو نداریم چون همون 16 ترجیح دادیم کلا نیاریم. نه شوخی میکنم، اونم میاد. ولی آیفون ایر و آیفون 17 پرو، یه دونه 17 پرو مکس هم نارنجیشو آنباکس کردیم، اون هم تو شورت ویدیوهاست. برید ببینید که تفاوت رنگا رو بتونید پیداش بکنید. اول با ایر شروع میکنم. حس اولیه دست گرفتنش آدمو به وجد میاره، انقدر که نازک و خوش دست و خوش ساخت و خوش متریاله این آیفون ایری که اینجا میبینید. البته نکته‌ای که وجود داره اینه که رنگ مشکیش اصلا رنگ قشنگی نیست و میتونم از این استنباط کنم که به خاطر همین اپل توی آیفون‌های پرو هم رنگ مشکی رو حذف کرده. یه جوریه انگار این نازک گوگولی لطیف جوجو باید تو رنگای مثلا آبی و سفید و طلایی و اینجوری باشه. این مشکیه خیلی بهش نمیخوره. اما نکته اینجاست که وقتی این گوشی رو بازش کردیم و فقط روشنش کردیم و نه حتی اکتیو که بخواد به وای فای وصل بشه، این تیکه بالا داغ کرد. فقط روشنش کردیم. و نکته اینجاست که به خاطر اینکه کل دم و تشکیلات و چیپ میپا رو اپل کرده توی این بار دوربین، اینجا فقط باتریه، این بالا قشنگ داغ میکنه. موقعی هم که با گوشی کار میکنی این داغیه اون بالا واقعا حس میشه. از نظر طراحی که گفتم فوق‌العاده حس عجیب و غریبیه. به نسبت S25 Edge خیلی خوش دست‌تره، با اینکه 0.2 یعنی کما اینکه 0.2 میلیمتر ازش نازک‌تره، ولی اینکه رونده و مثلا کروه و خیلی خوش دست و خوش ساخت و جذاب. اما نکتهش اینجاست که این یه دونه دوربین داره، ولی تو همین نگاه اولیه‌ای که من به دوربینش کردم واقعا دوربینش هم جوابه. اما دوربین سلفی یه اتفاق باحال توش افتاده. کل آیفون‌ها دوربین سلفی سمت چپ که نه، این راسته، سمت راستشونه، این یکی سمت چپ رفته. نمیدونم چرا، احتمالاً تو اون چیپ میپای پشت ترجیح دادن که اون دوربین سلفی رو بذارن اونور که گیر نکنه از پشت بخوره به کسی دیگه. نمیدونم. اما سلفی ها واقعا ارتقا داشته که تو ویدیوهای بررسی میپردازم بهش که واقعا سنسور سلفی که تو سری آیفون های 17 عوض شده یه تغییر عجیب و غریب داره که باید بهش با دیتیل پرداخت. مشکل باتری مشکلیه که خیلی ها حدس میزنن روی آیفون ایر ما خواهیم داشت، که احتمالاً خواهیم داشت. ما اینجا بچه‌ها اومدن یه چند تا بنچمارک ازش گرفتن، مصرف باتریش واقعاً مصرف ترسناکیه، ولی چون تازه است و هنوز خیلی استفاده نشده، باتری هلسش دیگه 110 الان، یعنی از 100 هم بالاتره، خیلی خودشون نشون نداد. یعنی تو نگاه اول یه ذره امیدوار کننده بود عمل کرده مصرف شارژش توی بنچمارک هایی که تو حالت های مختلف ازش گرفته شد، ولی احتمالا مشکل باتری داره که وقتی بیاد استدیوی موبو و بمونه یه هفته 10 روز، اون موقع میجورمش کل دیتیلش رو بهتون میگم. ولی این گوشی $1000، یعنی از نسخه پایه $200 گرونتره. یعنی چی؟ یعنی احتمالاً ارزش خرید بالایی نداره مگر اینکه با یه هدف خاصی بخواید بخریدش. مثلا اینکه این گوشی رو به خاطر سبکیش بگیرید، چون فکر میکنید که یه صفحه نمایش 6.5 اینچی لازم دارید و اگر سنگین باشه مثل پرو مکس دستتون رو اذیت میکنه، که خب دیگه خواهش میکنم. اما یه سریای دیگه هم هستن میگن آقا این حس خوبی داره، من میگیرم استفاده هم میکنم به عنوان گوشی دوم. یه سریای دیگه هم ریسکشو میخرن به خاطر این حس و فیلش، میرن کلا موو میکنن روش. اما مسئله ای سیم هم هست. این گوشی کلا تو هیچ ریژنی سیم کارت فیزیکی نمیخوره. یعنی ریژن یا توی هیچ پارت نامبری جای خشاب سیم کارت رو نداره. دلیلش هم خیلی واضحه فکر کنم، چون اندازه ضخامتش فقط اندازه یه دونه تایپ سیه. خشاب سیم کارت رو نمیتونسته احتمالاً تو این ضخامت جا بده. و حالا ایرانسر رو همراه اول گفتن که ای سیمو بیاید حالا پیش ثبت نام کنیم ببینیم چی میشه، مجوز اپل میخواد نمیخواد، اینا در حاله ای از ابهامی که باید صبور باشیم. یه چند وقت بذارید بگذره. ایر رو حداقل که
بفهمیم چی میشه که الکی مثلا یه دونه گوشی نگیرید که فقط به وای فای بتونید وصلش بکنید. اگر ایسیم ساپورت نشه تو ایران، عملا این گوشی مثل یه آیپاد تاچ میمونه که گرون هم هست. این از آیفون ایر که به نظر من با اقبال خیلی عجیب و غریبی روبرو نمیشه، ولی اپل احتمالاً به خاطر اینکه امسال دیگه خیلی نوآوری خاصی رو خود آیفون های سری معمولی و پرو نداشته، گفته یه ایرم میارم که کارام بشه. بریم سراغ پرو. البته که من پرو مکس رو هم آنباکس کردم و تجربه و حس اولیه و نگاه اولیه به جفتشو بهتون میگم. اولین که رنگ آبیش با اختلاف از رنگ نارنجیش خوشگل تره، ولی رنگ نارنجی رنگ ساله، اون نارنجی هرمسی که دیگه میدونی امضای لاکچری شده، الان هم لاکچریه هم حس اسپورت بودن میده، میدونی این الان ترند این رنگ و اپل هم اومده رو اون ترنده سوار شده و شما هم به خاطر اینکه بخواید یه آیفونی بگیرید که تو چش همه باشه بعد اون نارنجی رو بخرید. ولی چند تا ایراد داره. یکیش این که واقعا زشته و تفاوت این آلومینیومه با اون شیشه تو نارنجی خیلی زیاده، یعنی وقتی تو نور نگه میداری انگار یه تیکه رو بهش چسبوندن همینجوری اون تیکه شیشه، یعنی قصد سفیده و اختلاف رنگش زیاده که توی این سرمه‌ای دیده نمیشه. دومین مسئله که آقای صدرا مخملی الان پشت دوربین نشسته و باهاش چالش داره اینه که توی آیفون‌های نارنجی این دور تا دور گوشی وقتی از جلو بهش نگاه می‌کنی یه نارنجیه که بعد یه مدت بهش عادت می‌کنی ولی میخوره تو ذوقت. همه کمپانی‌ها و حتی خود اپل میان بزل نمایشگر و اون حاشیه‌های نمایشگر رو کم میکنن که تو هیچی دور تا دور نمایشگر نبینی، بعد یهو تو آیفون نارنجی دور تا دورش یه دونه خط نارنجی میبینی. یه ذره اذیت میکنه که تو این رنگ سرمه‌ای کمتر دیده میشه. آیفون 17 پرو از نظر طراحی به نظر من و به نظر خیلی از شماها که تو دایرکت و تو کامنت نوشتید زشته، هیچ خلاقیتی توش نداره. خیلی‌ها به من گفتید که آقا این آیفون چیه؟ اگر این مثلا سامسونگ بود هم تو انقدر ذوق می‌کردی. بحث ذوق کردن ما که اصلا متفاوته، به خاطر اینه که ما خیلی زود داریم این کانتنت آنباکس و ریویو و نگاه اولیه به آیفون‌ها رو به زبان فارسی انجام میدیم. کارمون اینه که با هیجان و روحیه و انرژی و ذوق و اینا این کارو انجام بدیم. ولی وقتی دستت میگیری آیفون‌های پرو رو اونجوری که تو تصویر زشته نیست، یعنی یه حس باحالی بهت میده. این حس اولیه است. 3 تا سنسورا شده 48 مگاپیکسل. تفاوت سنسور با نسل قبلی خیلی زیاده، یعنی واقعا کیفیت تصویرهایی که میبینی هم تو عکس هم تو فیلم عجیب و غریبه. تو ویدیو بررسی بهش میپردازیم. صفحه نمایش که عالیه، باتریش باید تست بشه تو بررسی بلند مدتی که بهش انجام میدیم. دیگه نکته دیگه ای نداره. اینم مشکل همون ایسیم و سیم کارت فیزیکی رو داره. مثلا این پارت نامبر امارات، این LLA، اینی که اینجا الان ما آنباکس کردیم LLA پارت نامبر آمریکا و جای خشاب نداره. تو خیلی از ریژن‌ها و پارت نامبرها جای خشاب سیم کارت نداره، مثل همین امارات، یعنی کلا فقط ایسیم داره. اون پارت نامبرهای مرسومی که میاد تو ایران و شما میتونید ازش استفاده بکنید، یکی پارت نامبر چینه که هر دو تا سیم کارتش فیزیکیه، یکی پارت نامبر سنگاپور هنگ کنگ همون ZDA که یکیش فیزیکیه یکیش ایسیمه. پارسال همون ZDA هم جفتش فیزیکی بود ولی امسال متاسفانه تو سنگاپور هم یه دونه فیزیکی یه دونه ایسیم شده. چرا متاسفانه؟ چون ماها بیشتر توی ایران دو سیم استفاده میکنیم و پارت نامبر چین فقط اون دو سیم رو بهمون میده و قابلیت های AI روی پارت نامبر چین نیست. یعنی شما یه آیفون با یه ذره محدودیت داری که تو یه ذره که چه عرض کنم با محدودیت های AI رو داری که فقط میتونی دو سیم ازش استفاده بکنی. امیدوارم که ایسیم راه بیفته که بتونیم ازشون استفاده بکنیم. یه سوال دیگه ای هم که خیلی میپرسید تو دایرکت، انگار که خیلیاتون نمیدونید ایسیم چیه، باید یه توضیحی بدم. ایسیم فرقش با سیم کارت فیزیکی چیه؟ تقریبا هیچ فرقی نداره. چرا؟ چون شما تو سیم کارت فیزیکی خشاب سیم کارت رو در میاری و سیم کارت رو میندازی، خشاب رو فرو میکنی تو و سیم کارت داری، آنتنت میاد و از اپراتورت سرویس میگیری. ولی تو ای سیم ها اون چیپ سیم کارت تو خود گوشی هست آلردی، فقط اون اپراتوری که داری باهاش ازش سرویس میگیری یه دونه QR کد بهش میده، این کد اون سیم کارت ای سیم اون اپراتور میشینه روی اون چیپی که مثلا برای سیم کارت هست. سعی کردم که خیلی ساده بگم بهتون. میشینه دیتاش روی اون و تو میتونی ارتباطت رو با اون اپراتور بگیری که الان توی ایرانسل امر اول ندارن ولی گفتن که میخوایم بیاریم. حالا اینکه میاد نمیاد چه اتفاقی میفته رو باید صبر کنیم که بهش برسیم. پس اگر عجله دارید که آیفون بخرید،
برید سراغ پارت نامبر زده که حداقل یه دونه سیم کارت فیزیکی رو داشته باشه. اگرم محدودیت‌های هوش مصنوعی اپل براتون مهم نیست، چینو بگیرید که 2 تا سیم کارت رو داشته باشید. نکته دیگه‌ای نداره، همین که فیلش با عکسش فرق داره و این آلومینیومه اونقدری تو چشم تفاوتش با تیتانیوم وقتی دستت میگیری که متوجه نمیشی. فقط بچه‌ها که اینجا بنچمارک گرفتن از نظر گرما یه مقدار بهتر عمل کرد به نسبت آیفون 16 پرو مکس قبلی که کمتر داغ شد و این به خاطر اون سیستم خنک کننده‌ایه که اپل گذاشته توی سری 17 و این آلومینیومه که راحت‌تر میتونه گرما رو از خودش دور بکنه. صدر تو نکته دیگه‌ای داری؟ این نگاه اولیه بود، آنباکساش که توی شورت ویدیوها هست اونجا میتونید ببینید. منتظر ویدیوهای مختلف از سری آیفون 17 باشید به خاطر اینکه 1 سال تاپ iOS همین آیفون های 17 و ما هم میجوریمشون، هم خودشون رو بررسی میکنیم، هم با رقباش مقایسش میکنیم، هم دوربیناش رو یه دونه ویدیو متفاوت براتون میسازم، هم بررسی عملکرد بلند مدت هر 4 تا مدل آیفون 17 رو به زودی توی همین چنل داشته باشید. پس چنل رو ساب داشته باشید، خیالتون راحت باشه، نه خیال من راحت باشه که گمتون نمیکنم و اینکه ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم.